ادامه. یادداشت: غربیان را شیوه‌های ساحری است، تکیه جز بر خویش کردن کافری است. اقبال لاهوری، جاویدنامه. جلال آل احمد و همسر فرهیخته‌اش سیمین دانشور نام‌های برجستند و آشنا برای آشنایان با ایران معاصر. هر دو نام بر تارک ادبیات داستانی فارسی می درخشند. کمتر اهل کتاب در حوزه زبان و ادبیات فارسی از ایران می توان یافت که مدیر مدرسه آل احمد و سوشون دانشور را نخوانده باشد. این زوج فرهیخته از شهرت بحق و کم نظیر در ادبیات معاصر ایران برخوردار گردیدند، به آنکه در آن وامدار یکدیگر باشند، اگرچه یاور یکدیگر بودند. آل احمد در زندگی نامه مختصری خود نوشته است یاوری همسرش را این گونه بیان می دارد: زنم سیمین دانشور است که می شناسید، اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تألیف ها و ترجمه های فراوان و در حقیقت نوع یار و یاور این قلم که اگر او نبود چی بسا خوزبلات مشکلات که به این قلم در آمده بود و مگر در نیامده. از سال 1329 به این بر هیچ کار به این قلم منتشر نشده است که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد. زندگی نامه جلال آل احمد از زبان خودش، 1343. جلال آل احمد که به گفته سیمین دانشور جلال زندگانی او بود و یوسف سوشون چهره از وی تکیهگاه دانشور بود و نه سایبان او. دانشور نیز با همه دلبستگی هایی که به جلال داشت هیچگاه او را پایبسته روزمرگی های معمول زندگانی نخواست. او خود چنین میگوید: زن یک نویسنده به طور عام شوهرش را به عنوان یک مرد می شناسد، نه به عنوان یک نویسنده. خوانندگان آثار این نویسنده هرچند از دور از این نظر او را بهتر از زنش می شناسند. معمولاً زنهای هنرمندان کم کم نسبت به آثار هنری شوهرشان به علاقه می شوند و بعد نسبت به این آثار کینه می ورزند، چرا که شاهد آفرینش این آثار و دردسرهای مقدمات و نتایجش بودند. اما من که زن جلال آل احمد هستم او را از نوشته هایش جدا نمی کنم و نه تنها به عنوان یک مرد بلکه او را به عنوان نویسنده می شناسم. اقتباس از سیمین دانشور، غروب جلال. اما دانشور عمر را در سوگ مردش به سوشون سوگ سیاوش نشست و سالیان دراز پس از مرگ نابهنگام همسرش فروتنانه اندوهی از دست رفتن جلال را چنین بیان می دارد: بارها خواستم غروب زندگی جلال را بنویسم و نتوانستم و حالا هم می دانم که چیزی در خور شأن او از چنته از چنگم بیرون نخواهد داد. چی زنگار غم هجران باقی است. لیکن شهرت آل احمد برخلاف دانشور فقط مرهون آثار ادبی او نیست. مجموع آثار آل احمد به تردید در سمتگیری فرهنگی، کندوکاوهای ذهنی و تکاپوهای اندیشه جامعه که بزرگترین انقلاب دینی معاصر در آن روی داد نقش تاثیرگذار داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصاحبه در سال 1358 میگوید: به نظر من سهم جلال بسیار قابل ملاحظه و مهم است. یک نهضت انقلابی از فهمیدن و شناختن شروع می شود. روشنفکر درست آن کسی است که در جامعه جاهلی آگاهی های لازم را به مردم می دهد و آنان را به راه نو می کشاند و اگر حرکت در جامعه آغاز شده است با طرح آن آگاهی ها بدان عمق می بخشد. وجود چنین کسی برای یک ملت که به سوی انقلاب تمامیار پیش می رود نعمت بزرگی است و آل احمد براستی نعمت بزرگی بود. حداقل یک نسل را او آگاهی داده است و این برایش یک انقلاب کم نیست.
مصاحبه رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتشارات رواق سال 1358. انقلابی که برتنابیدن سلطه‌جویی‌های نظام استکبار به رهبری قدرت‌های غربی و تحقیر غربزدگی از بارزترین وجوه آن بود. از همین روست که آثار جلال آل احمد مألوف مردان انقلاب اسلامی ایران است. رهبران انقلاب اسلامی همواره او را ارجمند داشتند و سربازان این انقلاب بزرگ به او ارادت ورزیدند. مؤلف کتاب غربزدگی هنگامی که این کتاب را تقدیم حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران نمود و یا هنگامی که درباره تجدید نشر این کتاب با حضرت ایشان مکاتبه کرد، نمی‌دانست که ارادتمند مردی گردیده است که بساط استیلای غرب را در ایران و جهان اسلام برهم خواهد زد. زمانی که جلال کتاب غربزدگی را به حضور امام خمینی برده بود، متوجه شده بود که یک نسخه از آن پیشتر نزد امام بوده است و با مزاح و همان لحن شیرین خاص خود گفته بود: حضرت آیت الله مگر از این مزخرفات هم میخوانند؟ سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی، مدیر مؤسسه اطلاعات، در مراسم رونمایی از کتاب حدیث انقلاب اثر زندیات شمس آل احمد. آل احمد در نامه به حضرت امام خمینی درباره این کتاب چنین می‌نگارد: غربزدگی را در تهران قصد تجدید چاپ کرده بودم، با اصلاحات فراوان زیر چاپ جمعش کردند و ناشر محترم متعذر شد. فدای سر شما. نامه جلال آل احمد به حضرت امام خمینی به تاریخ شنبه 31 فروردین 1383 هشتمین ذوالحجه 1343 از مکه مکرمه. لیک او درک کرده بود که اگر اتفاق بخواهد در این راستا رخ دهد، به دست این مرد تاریخ ساز است. به شمس برادر جلال آل احمد گفته بود: مقابل آن مرد شاه باید چنین مرد امام خمینی قرار داشته باشد. همان سخنرانی. آل احمد پس از دیدار با حضرت امام خمینی در قم به برادرش شمس آل احمد گفت: اخوی، این سید خیلی ناب است، باید برویم تهران و ببینیم چی طور می شود او را تقویت کرد. از یادداشت‌های شمس آل احمد و علاقه خود را به حضرت امام در مکتوبی که از مکه مکرمه به حضرت ایشان نگاشت چنین بیان می دارد: آیت الله وقت خبر خوش آزادی آن حضرت تهران را به شادی واداشت، فقرا منتظر الپرواز بودند به سمت بیت الله. این است که فرصت دستبوسی مجدد نشد. همان نامه جلال آل احمد. جلال آل احمد و کتاب غربزدگی او نیز در خاطر حضرت امام خمینی ماند. شمس آل احمد در دوران جمهوری اسلامی در ملاقاتی که با حضرت امام خمینی داشت از حضرت ایشان چنین روایت می نماید: فرمودند من پدرت را می شناختم و برادر بزرگت را که در مدینه کشتندش. جلال را هم می شناختم. آن سال آمد و کتاب خودش را جلوی دست من دید و گفت: آقا این پرتو پلاها چیست که می خوانید؟ از یادداشت‌های شمس آل احمد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز با نویسنده کتاب غربزدگی مودتی قدیمه داشتند. ایشان در مصاحبه در سال 1358 درباره جلال آل احمد میگویند: بهترین سالهای جوانیم با محبت و ارادت به آن جلال آل احمد گذشته است. همان مصاحبه و از او تحت عنوان کسی که آن روز در قله ادبیات مقاومت قرار داشت و کسی که روز جریان روشنفکری اصیل و مردمی را از غربت درآورد، همان یاد می نمایند.
раҳбари муаззами инқилоби исломии Эрон аҳамияти ду асари машҳур ва чолишбарангези Оли Аҳмад ки китоби пеши рӯи хонандаи арҷманд нахустини он ду аст, чунин табйин мекунанд. дар назари ман Оли Аҳмад шохисаи як ҷараён дар муҳити тафаккури иҷтимоии Эрон аст. таърифи ин ҷараён коре мушкил ва муҳтоҷи тафсил аст, аммо дар як калима мешавад онро тавбаи равшанфикрӣ номид, бо ҳама бори мафҳуми мазҳабӣ ва исломӣ ки дар калимаи тавба ҳаст. ҷараёни равшанфикрии Эрон ки ҳудудан 100 сол умр дорад, бо бархурдорӣ аз фазли Оли Аҳмад тавонист худро аз хатои каҷфаҳмӣ, исьён, ҷалофат ва кӯтаҳбинӣ бираҳонад ва тавба кунад ҳам аз бадфаҳмиҳо ва ташхисҳои ғалаташ ва ҳам аз баддилиҳо ва бадрафториҳояш. Оли Аҳмад нуқтаи шурӯи фасли тавба буд ва китоби хидмат ва 3 нуқта дар хидмат ва хиёнати равшанфикрон пас аз ғарбзадагӣ нишона ва далели растагории тоибона. Оли Аҳмад худ низ масири пурфарозу нишеб ва уфту хезро ки ниҳоят мунҷар ба таълифи китоби ғарбзадагӣ шуд, бо ҳамон насри хоси худ чунин шарҳ медиҳад: ва ҳамин ҷуриҳо буд ки он ҷавонаки мазҳабӣ аз хонавода гурехта ва аз балбашӯӣ, хараҷу мараҷи ношӣ аз ҷанг ва аз он сиёсатбозиҳо сари солим ба дар бурда, мутаваҷҷеҳи тазоди аслии бунёдҳои суннатии иҷтимоии эрониҳо шуд бо он чӣ ба исми таҳаввул ва тараққӣ ва дар воқеъ ба сурати дунболравии сиёсӣ ва иқтисодӣ аз Фаранг ва Амрико дорад. мамлакатро ба самти мустаъмара будан мебарад ва бадалаш мекунад ба масрафкунандаи танҳои компониҳо ва чӣ беирода ҳам. ва ҳам инҳо буд ки шуд муҳаррики ғарбзадагӣ. соли 1341 ки пеш аз он дар 3 мақолаи дигар дар нохунак тамринашро карда будам, зиндагиномаи Ҷалоли Оли Аҳмад аз забони худаш 1343 ва бар аҳамияти ин асар таъкид меварзад. интишори ғарбзадагӣ ки махфиёна анҷом гирифт навъе нуқтаи атф буд дар канори соҳиби ин қалам. метавон гуфт ин китоб ва дигар осори аз ин ҷинси муаллиф ки ба тадриҷ пас аз ғарбзадагӣ падид омад, ба вижа китоби дар хидмат ва хиёнати равшанфикрон ва ҳамчунин китоби хасе дар миқод муҷиби шӯҳрати бештари Оли Аҳмад гардид. лекин ин шӯҳрати фаровон ҳам иқбол ҳамроҳ дошт ва ҳам идбор. ду китоби ғарбзадагӣ ва дар хидмат ва хиёнати равшанфикрон барои нависандаи он маҳбубияти бисёре дар миёни бисёре аз фарҳехтагон ва ҳамчунин тӯдаи мардум падид овард ва порае аз фарҳехтагонро низ сахт ба хашм андохт. хашме ки гоҳ бархе интиқодҳоеро ки мутаваҷҷеҳи ин ду асар ва муаллифи он анҷом мегирифт, аз моҳияти илмӣ орӣ ва олуда ба таассуб менамуд. муносиботи пурфарозу нишеб миёни шарқу ғарб ки ҳарчӣ ба замонаи мо наздиктар мешавем, печидагиҳои он афзун мегардад. ҳамора андешамандонеро ба худ машғул доштааст ки аз завоёи гуногун ба ин муносибат нигаристанд. ҷалол Оли Аҳмад на нахустин ва на охирин андешамандест ки ба ин муносибот аз манзари эътироз ба султаҷӯиҳо ва зиёдахоҳиҳои ғарб нисбат ба шарқ ва маҳкум сохтани вододагиҳо ва маръубиятҳо ва маҷзубиятҳои шарқ нисбат ба ғарб пардохтааст. барои намуна аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ ва доктор Эдвард Саид дар шумори андешамандони шинохташудаи ҷаҳонианд ки солиёни пеш ва пас аз Оли Аҳмад аз ҳамон манзар ба гунаи хоси худ ба ин муносибот пардохтаанд. муносиботи шарқу ғарб дар даврони муосир ба маротиб буғранҷтар аз гузашта шудааст. бе он ки ҳеҷ масъале дар миёна ҳал шавад, мушкилоти ҷадиде ҳалқа гардида ва мегардад. таърихи муосир бар ҷанбаҳои мухталифи ҳаёти фарҳангӣ, сиёсӣ,
اجتماعی و اقتصادی ما تاثیرگذار است. رویدادهای امروزین ما همچنین دنباله واقعی سده‌های 13 و 14 هجری، 19 و 20 میلادی است. ما امروز همچنان در افت و خیز بسیاری از سرازیری‌ها و سربالایی‌های هستیم که دیروز پدرانمان بودند و همچنان از بسیار مسئله‌هایی که ایران، آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای صغیر، هلال خصیب و دیگر اجزای جهان اسلام در دوران معاصر ناگزیر از حل آن بود فراغت نیافته‌ایم. اندیشه ها و تکاپوها، خدمت ها و خیانت های چهره های برجسته این دو سده در مجموع چنان تأثیر ژرف، بنیادین و نقش‌آفرین در جهان اسلام بر جای گذارید که پس از سپری شدن دهه‌ها از آن روزگار ریشه های بسیاری از تحولات امروزین دنیای اسلام را می بایست در آن دوران جستجو نمود. جهان اسلام از قرن 13 هجری به این سو در کشاکش رویارویی با هیمنه استعمار غرب علاوه بر وقوف و برتری مادی غرب، همانند قرن 2 هجری بار دیگر به انبوه از مفاهیم و معارف بیگانه مواجه شد و البته این بار جهان اسلام نشاط، شادابی، سلامت و قدرت گذشته را در مقابله با هیمنه مادی بیگانگان و هضم مطلوب داده‌های فرهنگی جدید را نداشت. از این رو در مقابله با عالم جدید که خود در عرصه‌های اندیشه و سیاست به اموال متعدد تقسیم می‌گردید، موضع‌گیری‌های متفاوت اتخاذ نمود که بیشتر مابین افراد و تفرید، غرب گریزی تا غرب ستیزی و غرب گرایی تا غرب زدگی در نوسان بود. در این میان دیدگاه‌های نیز تلاش می داشت که از بوت واقعه در آمده و نسبت به امر واقع یعنی پیشرفت و برتری غرب نه دچار تسلیم، وادادگی و شیفتگی شود و نه روی در کشد و در انزوا فرو رود و یا به انکار و ستیز برخیزد، بلکه با اعتماد به نفس و دیده انصاف به حلاجی درستی وضعیت چاره‌جویی بپردازد. غرب شناسی آگاهی ایران و امیرنشین‌های ماوراءالنهر و من جمله مهمترینشان امیرنشین بخارا مانند بسیاری از دیگر سرزمین‌های اسلامی تا پیش از سده 13 هجری 19 میلادی از غرب بیشتر مبهم و سطحی بود و چنانچه استثناهای نیز در این میان یافت شود، تجارب شخصی و ناکارآمد به شمار می آید. از سده 13 هجری 19 میلادی به تدریج ایران و ماوراءالنهر و دیگر سرزمین‌های اسلامی خواسته ناخواسته پس از چندین قرن مناسبات مبتنی بر شناخت یکسویه با غرب به مطالعه دستاوردهای اروپای مسیحی بدیهی است که مقصود از اسلام و مسیحیت در اینجا بیشتر مفهوم تاریخی و تمدنی است تا دینی و مذهبی. اقتباس نویسنده دست یازیدند و در این میان نه تنها مظاهر مادی مدنیت غرب بلکه وجوه معنوی آن یا فرهنگ مغرب زمین ایرانیان را مانند دیگر ملت شرق به خود مشغول داشت و به دیگر تعبیر این اثر آغاز ورود تدریجی مدرنیته با تمامی مظلومات آن به ایران و ماوراءالنهر و بسیار دیگر جایهای دارالاسلام بود که تا کنون نیز تداوم دارد. همسایگی تحمیلی غرب با ایران عصر قاجار و ماوراءالنهر همین عصر و شناسایی غرب لزوم انجام اصلاحات در ساختارهای نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و امیرنشین‌های ماوراءالنهر را بر ایرانیان و ورارودیان معلوم نمود، همان گونه که قدر پیشتر از آن بر عثمانی و ولایات تابعش چون مصر و شامات معلوم نموده بود. در سالهای آغازین قرن 14 هجری 20 میلادی هیمنه غرب تقریباً تمام زمین‌های اسلامی را فرا گرفت.
ستیز درپای غرب مسیحی با جهان اسلام که قالب شریعتی استقرار یافته به خود گرفته بود، به اهداف استعماری غرب در این عصر رنگ و بوی خصومت‌های صلیبی می‌بخشید و انتقام همسویه غرب از شرق اسلامی یا شرق بد به حساب می‌آمد. نورمان دانیل در اسلام و غرب این ستیز درپا و اصطلاح شریعتی استقرار یافته را چنین توضیح می‌دهد: گونه اندیشه همگانی رشد و استقرار یافته که از یک پارچگی فراوان برخوردار بود و نماینده وحدت عقیدتی جهان مسیحیگری در ستیز سیاسیش با جهان اسلام به شمار می رفت. این گروه یا رشته از باورهای یک پارچه که ما آن را شریعت استقرار یافته می نامیم چنان استحکام و عظمت داشت که تا پس از در هم شکستن وحدت ایدئولوژی اروپا چی در مسئله تقسیم مسیحیان به کاتولیک و پروتستان و چی در جریان گسترش مادیگری و انکار خدا همچنان پایبرجا ماند. عبدالهادی حائری نخستین رویارویی‌های اندیشگران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، چاپ 3 امیر کبیر، تهران 1378، صفحه 53. ادوارد سعید نیز در شرق شناسی اصطلاح شرق بد را چنین تعریف می‌کند: همواره یک شرق خوب داشتیم که عبارت بود از دوران کلاسیک در گذشته‌های دور هند و یک شرق بد که تا به امروز در آسیا، بخش‌های از شمال افریقا و اسلام در هر کجا که بود ادامه داشت. ادوارد سعید، شرق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1371، صفحه 182. استعمار غرب با روند بی‌وقفه و پرشتاب در قرن 13 هجری 19 میلادی تداوم داشت. جغرافیای سیاسی جهان اسلام در سالهای پایانی سده 13 هجری و 19 میلادی را ریچارد کاتم اینگونه ترسیم می نماید: امپراتوری عثمانی در حال اعتراض بود و همراه با این انتحاطات غرب مسیحی به قلب سرزمین اناطولی نزدیک می شد. ایران با فساد و انتحاطات دست به گریبان بود که به نظر می رسید عاقبت جز پذیرش کنترل خارجیان را نخواهد داشت. آسیای مرکزی در برابر روسیه تسلیم می شد و در خاور دور، در هند، اندونزیا و فیلیپین مسلمانان به کنترل قدرت‌های مسیحی غربی گردن نهاده بودند. ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین با مقدمه حاتم قادری، چاپ 2، انتشارات کویر، تهران 1378، صفحه 166. روشن بود که سلطه غرب بر جهان اسلام در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی محدود نمیماند و قدرت‌های غربی بر آن بودند تا تمامی جنبه‌های حیات معنوی و فرهنگی مسلمانان را به زیر سلطه خود درآورند. به تعبیر ادوارد براون چنین به نظر می رسید که اروپاییان تمدن را به خود منحصر می پندارند و گمان می کنند که مأموریت و وکالت الهی دارند تا نه تنها نظامات سیاسی بلکه شیوه های تفکر خود را نیز بر جهانیان تحمیل کنند. ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی، ترجمه فتح الله مجتبایی، چاپ 2، سازمان کتاب‌های جیبی، تهران 1342، صفحه 4. و چنین می نماید که غرب در آن عصر مانع بر سر انجام این مأموریت و وکالت الهی خود خوانده در جهان اسلام نمیدید. نگاه غرب دقیق نبود. همیلتون گیب صحیح و دقیق چنین می نگارد: در پایان سده 18 12 هجری بعید نبود که به نظر کسی که به مشاهده واقعی تاریخی می پرداخت چنین رسیده باشد که ادوار تکامل تاریخی اسلام به پایان خود رسیده است.
اسلام از مرحله یکتاپرستی ساده و سخت و دقیقی که محمد درود خدا بر او جامعه کوچک از عربها را به آن دعوت میکرد رو به توسعه نهاده و تا آن زمان به صورت مجموعه پیچیده و غامض از مکاتب فقهی و فرقه های مذهبی اهل ظاهر در آمده بود که بر روی تمام آنها جماعات رنگارنگ قرار داشتند، با مراسم و شرایط خاص خود و با تنوع فوق‌العاده از آرا و افکار و اعمال مذهبی. چنانچه بینشین نگرنده مورد مثال از رنگ فلسفه معاصر در قوس پایان قرن 18 اروپا تأثیر پذیرفته بود، ممکن بود که اسلام را به صورت بنای مشاهده کنند که بر پیکر آن داغ خرافات پرستی خورده است و به زودی نیروهای مترقی و روشنفکری آن را محو و نابود خواهد کرد. اما هیچ ناظر خارجی نمیتواند قدرت و استحکام آن رشته های نامرئی را که در روزگار مبارزه جویی اعضای گروه های مختلف را به صورت جامعه واحد، جامعه که دارای اراده و نیت است، در می آورد تخمین زند. همچنان از برآورد کردن نیروی حیاتی اندیشه های بزرگ که رسوب قرون و اسعار آن را پوشانده عاجز است. آن هم به هنگامی که این نیروی حیاتی با وظایف و تکالیف و خطرات جدید رویاروی است. تاریخ اسلام در سده های 19 و 20، 13 و 14 هجری عبارت است از تاریخ تجدید حیات و نیز بذل مساعی در سازگاری و انطباق مجدد اسلام با مقتضیان زمان. همیلتون گیب، اسلام، بررسی تاریخی، ترجمه منوچهر امیری، جلد 2، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1380، صفحه 177. مواجهه جهان اسلام با سلطه‌جویی تمدنی فرهنگی غرب به مراتب از رویارویی با تسلط سیاسی نظامی قدرت‌های غربی دشوارتر می‌نمود، زیرا که فرهنگ و تمدن غرب مسیحی از پشتوانه دانش و کارشناسی جدید برخوردار بود که جهان اسلام آن روزگار فاقد آن بود. جامعه اسلامی در زیر فشار نوگرایی مدرنیته که در ایجاد آن مشارکت نداشت به حیرت فرهنگی و بهت خواب پریدگی در ناخنک گرفتار آمده بود. فضیل ابونصر حیرت فرهنگی را چنین شرح می دهد: جوامعی که در معرض تأثیرات تمدنی فرهنگی نیرومند و مختلف وارد از خارج قرار می گیرند، کیان وجودشان دچار بهت و حیرت وسیع می شود که دانشمندان جامعه شناس و انسان شناس به آن حیرت فرهنگی می گویند. فضیل ابونصر، رویارویی، غربگرایی و اسلامگرایی، ترجمه حجت الله جودکی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران 1378، صفحه 8. ریچارد کاتم بهت خواب پریدگی جوامع را چنین تعریف می نماید: این جامعه در برخورد با تحولات سریع و بنیانی غرب که امواج آن جهان را پیاپی در بر می گرفت چشم می کشودند و چاره جز این که به توجیه موقعیت خود و مسیری که باید در پیش بگیرند بپردازند نداشتند. همچون آدمی که قرون را در خواب سپری کرده و ناگهان در بیداری مجدد خود را در جهان متفاوت می‌یابد و می‌بیند که یافته‌ها و دانسته‌های زمان بیداری قبل از خواب چند سده در مقایسه با جهان کنونی کمرنگ و بیرنگ جلوه می‌کنند. انسانی فرضی بیدار شده ما به دنبال جد و جهد می‌گردد که بتواند بگوید در ایام خواب وی چی شده و حالان که سر برداشته چی باید بکند. ریچارد کاتم، همان مقدمه حاتم قادری، صفحه 10. جهان اسلام در این تقابل فرهنگی تمدنی ناگزیر می بایست چاره می اندیشید و راه می جست. همان گونه که آورده شد می توان گفت که در این میان سه جریان پدید آمد: غرب گریزی و حالت افراطی آن،
غرب ستیزی، انکار اهمیت تمدن و ترقیات جدید نظامی، اقتصادی و فنی غرب و یا مبارزه با فرهنگ غرب و تمام مظاهر آن، غربگرایی و حالت افراطی آن، غرب زدگی، استقبال از مظاهر و تمدن غرب با چشم پوشی از جنبه های منفی و رویت استعماری آن و یا تسلیم بدرنگ و یا به قید و شرط در برابر فرهنگ و تمدن غرب و پشت نمودن به باورها، فرهنگ و تمدن اسلامی. غرب شناسی، شناسایی واقع بینانه و همه جنبه غرب و اتخاذ موضع دفاع از حیات تمدن فرهنگی جهان اسلام با تجهیز به دستاوردهای جدید فرهنگ و تمدن غرب. جریان سوم یعنی غرب شناسی در آن برهه تنها راه فراروی مسلمانان بود که به جای می رسید. عبدالهادی حائری این مدعا را به درستی چنین تبیین می نماید: در آن مقطع تاریخی سرزمین‌های پهناور اسلامی یکسره در حوزه واپسماندگان قرار داشت و بیش از پیش از یورش‌های استعمارگران و از نابسامانی‌های درون مرزی و برون مرزی و ناهمسازگری‌های اسلامی و نارسایی‌های علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی سخت رنج می‌برد. جهان اسلام مانند بقیه جهان غیر اروپایی ناچار بود در برابر تمدن دورویه غرب راه برای ادامه زندگی برگزیند. روشن است که جهان اسلام نمیخواسته است زیر سلطه استعمار غرب باشد. از سوی دیگر به حکم نیازش به دانش و کارشناسی غرب نمیتوانست از آن چشم بپوشد. چنین می نماید که تنها یک راه، آن هم راه بسیار باریک، حساس، لغزان، انحراف پذیر و همراه با دشواری‌های بیشمار در پیش داشت و آن همان بیشترین بهره‌جویی ممکن از دانش و کارشناسی غرب همراه با بالاترین و پیگیرترین کوشش در راه خودبسندگی و تا سرحد امکان تن زدن از استعمار و استثمار غرب بوده است. علت آن که ما تنها راه قابل گزینش مسلمانان پایان سده 18 و آغازین سالهای سده 19 را آنگونه دشوار می‌خوانیم این است که کوچکترین به احتیاطی سقوط به سوی یک از دو پرتگاه خطرناک را همراه داشت. در صورتی که برای برداشتن گام در راه خودبسندگی همه برنامه‌های اصلاحی بر روی نوسازی و بهره‌جویی از نوآوری‌ها و دانش غرب تمرکز می‌یافت و بر آن اصرار و تأکید فراوان می‌شد و به ویژگی‌های فرهنگی و فکری مسلمانان ارج درخور داده نمی‌شد. جنبه استعماری تمدن غرب به آسانی به بوته فراموشی می افتاد و پیامد آن سقوط به پرتگاه غرب زدگی صرف و وابستگی یکسره به استعمار و بازارهای استعماری جهان می شد. از سوی دیگر اگر از بیم کفر و مسیحیگری اروپا و آسیب وارد آمدن بر فرهنگ و شیوه های سنتی مسلمانان کوشش بسنده در راه نوسازی و نوگرایی و آموختن دانش و کارشناسی غرب چهره نمی بست و بدان بهای بسنده داده نمی شد جز واپسین ماندن بیش از پیش و وابستگی بیشتر به استعمار پیامد نمی داشت. عبدالهادی حائری، همان، صفحه 120-121. این سه جریان یا سه راه در تقابل فرهنگی تمدنی جهان اسلام و غرب که هر کدام شناوران و پویندگان خود را داشت یادآور سه راه است که عاقف پاشا وفاتش 1262 هجری قمری 1845 میلادی دیوان بلندپایه عثمانی در قرن 13 هجری 19 میلادی که در پی اصلاحات جدید در نظام اداری امپراتوری نخستین وزیر امور خارجه ناظری عثمانی گردید طی گزارش مفصل در سال 1238 هجری قمری 1822 میلادی پیش روی امپراتوری عثمانی در رویارویی با مداخله جویی ها و توسعه طلبی های استعماری غرب می نهد. ما مسلمانان باید یکی از سه راه را انتخاب کنیم:
یا باید با ایمان به فرمان الهی و شرعی محمد درود خدا بر او و بدون در نظر گرفتن مال و جانمان تا آخرین نفس از ولایتی که هنوز در اختیار داریم دفاع کنیم، یا بایستی آنها را رها کرده و به آناتولی عقب نشینی کنیم و یا نعوذ بالله ما نیز چون مردمان کریمه، هندوستان و قزان همان راه را طی کنیم و تا سطح بسندگی تحقیر شویم. خلاصه آنچه میخواهم بگویم این است که به نام ایمان محمد درود خدا بر او و شر احمد بیایید تا جهاد اعلام کنیم و نگذاریم ذره از سرزمین هایمان منتزع شود. برنارد دی لوئیس، ظهور ترکی نوین، ترجمه محسن علی سبحانی، مترجم کتاب، تهران، 1372، صفحه 453. مسئله عقب ماندگی جهان اسلام به تدریج پس از آشکار گردیدن این وضعیت بر دو طرف از سده 12 هجری 18 میلادی سهم انبوه از توجه اندیشمندان و سیاستمداران را در سطوح مختلف اجتماعی و با گرایش‌های متفاوت اندیشه‌ای در شرق و غرب به خود تخصیص داده است و تا امروز و احتمالاً تا سالیان دور پس از امروز موضوع پژوهش‌های متعدد و متنوع بوده است که در قالب گزارش‌ها، مقالات و کتاب‌ها به صورت عمومی و یا محدود عرضه گردیده و می شود. از آن روی که ناگزیر تمامی این پژوهش‌ها در چارچوب رویارویی مدنیت‌های شرق و غرب و به ویژه تمدن و فرهنگ اسلامی و اروپای مسیحی همان گونه که اشاره شد بدیهی است که مقصود از اسلام و مسیحیت در آنجا بیشتر مفهوم تاریخی و تمدنی است تا دینی و مذهبی صورت می‌پذیرد. قهراً پژوهشگر وارد فضای سنگین از ستیزه‌های متراکم درپا فیما بین شرق و غرب می‌شود که به هیچ انقطاع تا به امروز تداوم داشته و گویا تمایل به تاریخی شدن به معنای تعلق به گذشته ندارد و در اینجاست که این مسئله خود به خود به صورت جزئی اصلی مسئله کشتار و مشهور موسوم به مسئله شرق می گردد، پاره به دنبال دیرینگی این ستیز تا سروده های هومر شاعر یونان باستان پیش می روند. بدیهی است که در چنین فضای دستیابی به پاسخ‌های نیال شده به پیش‌داوری‌های فرهنگی و اعتقادی و یا فاقدی بار سمت‌گیری‌های سودجویانه سیاسی و اقتصادی دشوار می‌باشد. فضای خصمانه که در آن گذشته از عمله استعمار و اندیشه فروشان حرفه‌ای اندیشگران ارجمند نیز گاه در داوری‌های خود نسبت به فرهنگ و تمدن خودی و غیر به رسمی ها نشان می‌دهند. به هر رو چنانچه عدالت و اعتدال مراعات شود میبایست پذیرفت که اگر تمدن‌های بشری در مسیر تاریخ وامدار یکدیگر نمی‌گردیدند، مجموعه تمدن بشری ابتدایی و بی‌بضاعتی باقی می‌ماند و میبایست پذیرفت که دستاوردهای تمدنی امروزین بشریت میراث مشترک تمامی فرزندان آدم است. پرداختن به سرچشمه‌های عقب ماندن شرق و به ویژه جهان اسلام از غرب البته از حوزه و حوصله این نوشتار بیرون است. در پنداری ساده اندیشانه پاره از رجال جهان اسلام که به جای غرب شناسی به غرب زدگی اغواگرانه فرو افتاده بودند، صرف غرب زدگی می توانست قدرت‌های غربی را با شرق بر سر مهر آورد و سرزمین‌های اسلامی را از ستیزه‌جویی‌های آن مسون بدارد. به گفته شاو برخی از نوگرایان خواستار آن بودند که برای جلب حمایت و احترام غرب از همه جنبه‌های زندگی غرب تقلید کنند. استانفورد جی شاو و اوزل کرال شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، ترجمه محمود رمضانزاده، 2 جلد، آستان قدس رضوی، مشهد، 1370، جلد 2، صفحه 471.
گویی جذابیت مراکز فرهنگی هنری، آموزشی پژوهشی و علمی صنعتی اروپا برای بسیاری از مستغربین تازه‌کار مسلمان هوش برای درک نو نگاه سیاستمداران و سرمایه‌داران قدرت‌های اروپایی به جهان اسلام و شرق باقی نگذاریده بود و حتی این واقعیت ساده به چشم ایشان نمی آمد که اصولاً چنانچه شبیه سازی به غرب مسئولیت آور بود. به طریق اروپا نمی بایست نزاع میان قدرت‌های اروپایی برپا باشد، در حالی که این نزاع همواره برپا بود و در نهایت نیز خونبارترین نبردهای تاریخ بشریت، دو جنگ جهانی اول و دوم نیز در میان ایشان برپا گردید. باره کتاب پیش روی خوانندگان ارجمند غرب زدگی را می توان اثر مؤثر برای ایران زمان انتشار این کتاب، یعنی عهد پهلوی دوم یا عصر ستمشاهی و دوران غرب زدگی ایران در حوزه غرب شناسی شمرد. کتاب غرب زدگی مانند هر اثر دیگری بشری خالی از لغزش و کاستی نیست. آفریننده گرانمایه آن چنانچه فرصت بیشتر برای زیستن می داشت، شاید این اثر ویراست‌های دیگر به خود می دید و قطعاً در این حوزه آثار ارزشمند دیگر می آفرید. خدای از او راضی و روانش در آرامش باد. در متن کریلی کتاب غرب زدگی واژگان و تعابیر چند از نسخه فارسی در حد ناچیز که موافق با ذوق و ذائقه و باور مخاطب کریلی کتاب نبود، با رعایت آداب امانت علم ادبی تبدیل گردید. پوشیدن است که اشتراک زبانی میان ایران و تاجیکستان بدین معنی نیست که در این اثر و یا هر اثر دیگری که برگردان می‌گردد صرفاً تبدیل حروف از الفبای فارسی به الفبای کریلی و یا بالعکس صورت گرفته است. در حقیقت برای روان و فهمان ماندن اثر برگردان الفبا با گونه ترجمان همراه است و این حکایات است بلند و غریب و غمین، معلول انقطاع فرهنگی و تبدیل الفبای مانوس و مألوف زبان فارسی به الفبای بیگانه و علتهای دیگر که موجب آشفتگی و نقصان زبان معیار و مکتوب میان فارسی زبانان و فارسی دانان گردیده است. متعهدی برگردان ویرایش و مداقه برگردان این کتاب ارزشمند، اندیشمند، ادیب و پژوهشگر برجسته تاجیک جناب آقای میرزا شکرزاده و همکاران گرامی ایشان می باشند. سپاس خود را تقدیم ایشان و تمامی همکارانی که در چرخه و فرجام این مهم نقش داشتند تقدیم می دارم. والحمدلله اولا و آخرا. دکتر محمد حسین امیر اردوش، رایزن فرهنگی. ادامه دارد.